درون هر پستانداری یه مدار ساده برای بقا وجود داره که اگه لذت دید تکرارش کنه، اگه درد کشید پرهیز کنه. بهش میگن سیستم شرطی سازی پاداش و تنبیه. انسان با همین سیستم حیوانات رو رام میکنه، اسب، سگ، میمون و بقیه حیوانات. اما انسان از یک جا فهمید میشه با همین سیستم انسان رو هم رام کرد. اینجا بود که مفاهیم پاداش و تنبیه رنگ مقدس گرفت. پاداش شد بهشت، تنبیه شد جهنم و رام شدن اسمش شد ایمان. اما اگر واقعا بی تعصب بهش نگاه کنید، بهشت لذت‌های بی‌وقفه شکم و شهوت و جاودانگیه. جهنم دردهای جسمانی بی امان شعله و شکنجه و تکراره. نه آگاهی در کاره، نه رشدی، نه معنایی. فقط تشویق و تنبیه، مثل رفتاری که ما با حیوانات میکنیم. اگر مطیع باشن تشویقی و اگر سرکشی کنن تنبیه. واقعیت اینه دین هیچ انسانی رو به معنای اصیلش اخلاقی نکرده. برخلاف تصور دیندار که فکر میکنه اخلاق داره، اون فقط از ترس تنبیه و به شوق تشویقی تصور میکنه انسان خوبیه. اما شما خوب نیستید، شما فقط از ترس چیزی و به شوق چیز دیگه‌ای رفتار میکنید. اولین نشونه این آدم ها اینه که سوال میکنند اگه بهشت و جهنم نباشه چرا من نباید آدم بکشم؟ چرا نباید تجاوز کنم؟ یعنی اگر بهشت و جهنم رو ازش بگیری به پایین ترین سطوح حیوانی سقوط میکنه. اینجا جاییه که باید بایستین و ازشون بپرسین اگه دلیل پرهیز تو از شر ترس از جهنمه، تو نه انسان آگاه که حیوان مطیعی هستی. و اگر میل تو به خیر، به طمع بهشته، تو نه اخلاق گرا که یک تشویقی بگیری. این نه عبادت، نه اخلاق. تو اگه خوبی چون بهت وعده پاداش دادند. و مهمتر از اون، اگه به سیستم وفادار نباشی تهدیدت کردن به تنبیه. این خوبی و اخلاق نیست، یه معامله است. و تناقض جاییه که همین مؤمنان تاجر، همین معامله‌گران با خدا به کسی که دین نداره میگن شما اخلاق هم ندارین، در حالی که دقیقاً اخلاق از جایی شروع میشه که بدون سیستم شرطی سازی پاداش و تنبیه تصمیم میگیری انسان بمونی.